No shot, no gimmick, no gimme look. No plan, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on. Cock back, let it go like so long. Black suit, black tie with a slow song. درود به شما دوستان گرامی. اینک امروز هم به پایان رسید و آن بازی‌های فوتبالی که ما انتظارشان بودیم خاتمه یافتند. دسته منتخب نوسان تاجیکستان در مسابقه جام رشد در بلاروس در مقابل دسته منتخب این کشور وارد میدان شد و با حساب 3-2 و مغلوبیت 2-4 شد. در این واقعه امکان بود که فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان توانند بر صاحبان میدان پیروزی به دست آورند، اما از میدان راندن فوتبالبازی ما به این سبب گردید. بیایید تماشا بکنیم. فوتبالبازان دسته منتخب بلاروس از آغاز به هجوم‌های پیوسته کوشش کردند و در یک موردی که فوتبالبازان ما با خطاگیر راه دادند و ترافیم ملنیچنکو توانید حساب را کشاید. این دقیقه 31 بود، 1-0. حالا ببینید اینجا خطا از جانب برکت‌الله نعمت‌الله زاده به وجود آمد و توپ وارد توری دروازه گردید. به این نگاه نکرده فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان تا این دم در این جام هنرهای خیلی زیبا نشان دادند و از جانب متخصصین همچنین شارحانی که امروز این بازی را شرح می‌دادند بهای بلند گرفتند. از نگاه تکنیکی فنی بسیار خوب بازی ما در خاطر مخلصان و در خاطر متخصصان نقش می‌بندد. حالا هجومی فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان است، یک گزارش خیلی زیبا و اینجا ببینید بلال بابای بود و در نتیجه فوتبالبازان ما این ابوبکر سلیمانوف بود که توپ را وارد توری دروازه کرد. حالا ببینید این بلال بابای فاست ضربه سخت می‌زند و در اینجا دروازه‌بان دسته منتخب بلاروس خیلی خوب بازی کرد. کنستانتین وراتینسکی توپ رو برگردید، اما ضربه دومی که حالا ابوبکر سلیمانوف زد راه دروازه رو پیدا کرد و حساب برابر شد. این گل در دقیقه 39 بعد 8 دقیقه گل از دروازه گرفته زده شد و الکی فوتبالبازان ما با روح دیگر بازی کردند. از روی گفت شارحان ورزش و این بازی که حالا ادامه دارد، بازیگران ما بسیار هم جالب بازی میکنند، بسیار خوب با یکدیگر را میفهمند. پاس‌های کوتاه و بلند آنها همیشه در موردی ضروری به یکدیگرشان میرسند و در خط دفاع هم خیلی خوب بازی میکنند. و اینجا ببینید حالا فوتبالبازان ما چقدر خوب و اهلانه نگذاشتند که فوتبالبازان دسته منتخب نورسان بلاروس با سوی دروازه ما ضربه زنند. ضربه ها بودند. صورت‌الله اسماعیلوف هم امروز خوب بازی کرد و بعد این قسمی که حالا با پایان میرسد، قسم اول 1-1 فوتبالبازان ما در قسم دوم هم سوی برتری بودند. حالا هجوم‌های پای در پای فوتبالبازان ما رو ببینید. مسعود غفوروف چون همیشگی چون در بازی با مولدووا بود که اینجا هم یک توپ رو وارد توری دروازه کرده بود. حالا باز یک گزارش خیلی خوبی ابوبکر سعیدوف و محض همین ابوبکر سعیدوف امروز با فوتبالبازان ما اونقدر خوب کمک نکرد و حالا فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان با ضربه مسرور غفوروف که گل دومش رو در این بازی ها میزند به صفحه پیش برآمدند. خب البته غالب سال گذشته دسته منتخب تاجیکستان در اینجا الکی همه دسته ها رو به آن آورده است که با این دسته ما خوب بازی کنند و اینجا ببینید چگونه دروازه‌بان کنستانتین وراتینسکی به خطاگیر راه داد. 2-1 است. دسته منتخب تاجیکستان باز هم هجوم‌های پای در پای خود را نشان میداد. خوب ببینید اینجا مسرور غفوروف را شدی فوتبالبازان ما حد و کنار نداشت، ولی در اینجا داور این واخوری بسیار هم نسبت فوتبالبازان ما ناعدالتانه رفتار کرد و در نتیجه حالا ببینید ضربه پنالتی تعیین می شود و در این مورد ضربه پنالتی می شود
ولی طوری میبینیم کاپیتانی دسته منتخب بلاروسیا توپ رو با توری دروازه زدن نمیتواند و اون به توی دروازه برمیخورد و برمیگردد به میدان و این هم بختی سواتلو اسماعیلوف و دروازه دسته منتخب تاجیکستان بود که اصلا اگر نگاه کنیم این به پنالتی نزدیک هم نبود و شاید این حقیقت اینجا به ما کمک کرد اما حساب برابر شد اینجا دقیقه 77 است و ملنیچنکو بار دیگر توپ رو به توی دروازه رها کرد حساب برابر شد در این مورد لکه از هیئت دسته ما یک بازیگر رو از میدان راندن این هم باشد ابوبکر سعیدوف بود در دقیقه 75 از میدان رانده شد و این حالت با چنین حال آورد که ما در اینجا از بعد او که در دقیقه 80 توپ دیگر رو از دروازه ما گرفتیم و اینجا با سیتنیکوف بود که با میدان نوکاک در دقیقه 73 اومد و گل پیروزی رو به نشان رسونید. بله اینجا در حقیقت خوب نبود به هر نوع ما با مغلوبیت دچار شدیم ولی بازی بچه‌ها سزاوار سرزنش نیست. در این باره مربی دسته منتخب تاجیکستان زیندین رحیموف چی گفت؟ Видно было, что соперник, как хозяева поля, Ю-16, ребята и в физике, и в мощи, и в этом переигрывали нас. Игра была нормально, ровная, даже мы вели в счете 2-1. Ну вот все сломала красная карточка, понимаете. Каково приезжать на турнир в статусе действующего победителя? Ну, понимаете, мы хотели, как говорится, тяжело, легко завоевывать, чем удерживать этот титул, понимаете. И вот видите, вот мы знали, мы чувствовали, что будет перевес в сторону хозяев. Мы это чувствовали, мы это знали. Поэтому нам чуть-чуть сегодня тяжело обошлось. Я даже ребята на установке сказал, что ребята, мы будем играть 14-11, понимаете. То, что и получилось. در بوری باز یک نتیجه دیگری فوتبالی که امروز ما انتظارش بودیم این وخوری بین دسته‌های الهلال عربستان سعودی و چلسی بود که در دوره بازی‌های جام جهان بین کلوب‌ها صورت گرفت. الهلال عربستان سعودی که در یک گروه با دسته اسخای دوشنبه هست و هر نوع از بازیش تا بازی دیگرش ما می‌دونیم که تغییرات زیادی می‌شود ولی در مقابل چلسی این دسته خود را چگونه نشان می‌دهد ما تماشا کردیم. در نتیجه فوتبالبازان دسته الهلال با حساب 1-0 مغلوب شدند ولی اینجا هم خطاگی از جانب محافظتگران بود که یک خطایشان با یک گل رمیو لوکاکو در دقیقه 32 انجام یافت. به همین ترتیب در فینال وخوری‌های جام جهان بین کلوب‌ها دسته چلسی انگلیا با پالمیراس برزیلیا وارد رقابت میشوند و در این باره ما هم به شما خواهیم گفت. این دو خبری بود که ما خواستیم هرچی تیزتر به شما رسونیم. خیر تا بازدید، شاد و پیروز باشید. No shot, no gimmick, no gimme look. No plan, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on. Cock back, let it go like so long. Black suit, black tie with a slow song.